زن فرزندها ما شبم بروز اگر خدمت کنیم یگان تا اینها میندار نمیشن. با خاطر ختانه سلامتیتونه از همه پیش و اولوتر بدونین. برای دارو و معلومات پر میخواین کانال همین برادر در سلکش در اپیسانی میتونین که انشالله که بدروین ببینین. زن فرزندها ما شبم بروز اگر خدمت کنیم یگان تا اینها میندار نمیشن. با خاطر ختانه سلامتیتونه از همه پیش و اولوتر بدونین. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, просим у вас у всех цените свое здоровье. Счастливый человек тот, кто здоров, не болеет. Счастлив не тот, кто у него есть много денег и много богатства, и недорогих тачки, и много жен. Это он не счастливый человек. Счастливый тот, кто не болеет ни в чем. У него здоровье, альхамдулилля, все хорошо. Поэтому пока живы-здоровы, цените это. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что цените свое здоровье, прежде чем вы заболеете. Также у нас идет акция. Она у нас была 500 рублей. Сейчас делали 400 рублей. Можете, иншаллах, обратиться по номеру телефона, который видите на экране. Также про них рассказывает мой брат. Иншаллах, ссылка в описании оставлю. Можете зайти, посмотреть, какие лекарства вам нужно будет. Можете, иншаллах, позвонить по номеру телефона, который видите на экране. دوستان و برادران عزیز، از همتون خواهش یعنی پیش از آنی که معالجه میکنین مراجعه میکنین پیش یگان انسانی که طبیب باشه یا اینکه انسانی که راقی باشه اوید بر رقیه شرعیه باشه، از همه مهم سلامتیه. سلامتی شما باید پیشگیری کنین، سلامتی غنیمت بدانین. پیش از آنی که یعنی بیماری بالای سری به شما میآید، شما سلامتی را احتیاط کنین. برای که خوشبخت‌ترین انسان همون انسانیه که سلامتی داره. خوشبخت اون است که مثال بسیار پول داره، ملک مال دنیا داره یا اینکه ماشین‌های قیمتی داره. نه، خوشبخت همونی که یعنی یگان جوش در نمیکنه. وقتی که خواب میره الحمدلله میگه شکرگزار میره پروردگار که یگان جم در نمیکنه. برای دارو الحمدلله دماز اکثر هفته اساس همین 500 روبلی بود، حاضر 400 روبلی میتونه که ان شاء الله زنگ بزنید و همچنین اکثر هفته اساس دستمیوان بگیم 1000 سوم بود 500 سومش کردیم و همچنین دیگه داروها هستن برای نبار ویس. میتونین ان شاء الله که زنگ بزنید، رقم های دارو اکران میبینین. برای همین داروها یعنی برادر ما مصلح الدین نقل کرده در برای همین داروها سرکش در اپیسانی میمونم. میتونین که بدون ان شاء الله پادپیسات کنین، دستگیری کنین. خداوند هر یک ما و شما نگهبان باشه. و همچنین قرآن ها الحمدلله بسیار نوعش در ما وجود داره. و همچنین ریب ژیر چند نمود حتی برای کودک‌ها ویتامین برای کودک‌ها هسته. عذاب و جن برای کسانی که سحر و جادو کردگی هستند. و بگیم چورنتیمین هم کپسولش هم مسلش بگیم گینکا بیلوبا برای کسانی که یعنی خونشون غوث هستند. الف که مسلا اکسوس بسیار چیزا هسته. برای حتی برای گیمرای هم هسته. گیمرای استوب پالیوماپلڅه هم بگیم کپسولش هم بگیم چیش رنگ اصل و طور کردن میتونید که انشالله بخورین. برای کسانی که گیمرای هستن هسته با سویچش هسته هم برای پرستاتیت هسته میتونید که انشالله که زنگ بزنین. بله، هم برای زنانه هم برای مردانه. برای ایمونیته بقوت کردن حیات میتونید که انشالله که زنگ بزنین زکاس کنین. و برای کسانی که پرستاتیت خلطی چودس نمیاد، برای کسانی که یعنی اوی مردینگیشون کمتره و شهوتشون سسته میتونید که افرامکس زکاس کنین انشالله. و کسانی که موی سرشون میریزه داروی ترکی. و برای کسانی که موی سر میخواه ببروره و همچنین اکثر افیسه انشالله میتونید که رقم وقت زنگ بزنین. و برای دولینی، برای نروی، برای عصب، برای کسانی که پاهاشون بو میکنن، مثلا بعد جا میره پاد بو میکنن ازو میکشی همون خونه نمیداره در پیشی در میسی میگردی ابراد نمیای. برای همونها یعنی هستن همه چیزی واژ نیست در همین تابستان. بله. و همچنین هم خیلیش هم هست، هم زنانه و هم مردانه. برای تکش مثال بله اینش زنانه هسته و اینش مردانه. الله اکبر. میتونید که انشالله که زنگ بزنین یک بار استعمال میکنید طول یک هفته تکش بو نمیکنه. برای تویستان بین هر چیزی خوبه و هم عرق نمیکنه انشالله. میتونید که زنگ بزنین. و همچنین هست الحمدلله مومیو 4 نوتامینه. میتونید که انشالله که زنگ بزنین. و همچنین هست مومیو هست 4 نوتامینه سرکیس الهند هست. مسئله تیکو هسته. مسئله تیکو برادران گفتن امونه که برای بیماری یازوا، ژلودکا، گاستریت برای هم بیماری‌ها. و قرآن با زبان تاجیکی ترجمه کردگی. اکثر هفته برادران قرآن گفتن امونه اکثر هفته برادران قرآن با زبان تاجیکی
1.5 بودن از 1000 سوم شده. میتونید زنگ بزنید ان شاء الله که ما با شما دست رس میکنیم. بله کد اس هسته میتونید که ان شاء الله زنگ بزنین. برای ژلوتکا هسته ان شاء الله که میتونید که زنگ بزنین. برای سحر و جادو هسته میتونید که زنگ بزنین که سلین سینو عزیز بعد کدومی که سرور کردگی بود قرآن زلاتای سوید روشکگی اینا باید میتونه که دمو مراجعت کنید ان شاء الله که ما شما در روان میکنیم. اینا قرآن زلاتای سوید میتونیم که شما در روان بله کنیم. الکترونیک قرآن میتونید برادر که نگفتن همونه که بخشش نصیحت قوری نگفتن همونه که ما عکس داریم کسی که 8000 زیاد خرید میکنه یا یعنی 8000 یا که 8000 زیاد خرید میکنه دو همین مسکو تو مثلا تو 50 کیلومتر میتونه که همون آدم دا 20 پلاتنا دستافته کنی. کسی که 5000 خرید میکنه برادر او آدم دا 50% همون چانس میکنه همون تاکسی میگیره مثلا 50% شما میده 50% همون آدم. اگر 8000 خرید کردی 8000 را فون دستافته در کلای ما. و همچنین مساژورکا هستن برای بسیاری برادر وقتی مساژ رو میکردیم مثال سراغ میکردن الحمدلله اومدگی هستن دما هستن میتونین که زکس کنین با لوگوی کنجرسی رو روان کرده میتونیم. اکثر رفته سزا اینا باز پیش بگیم 5000 بودن هازی 3000 هم میتونین که زنگ بزنین و بسیاری چیزا هست شامپو هست شامپیونی گویواتی که ای دبی اومدیم فیلم بگیم دبی است که هست 4 تیمی تریچپ بسیار ویتامین ها هستن برای کودک‌ها برای کلان سال‌ها یعنی نه تنها مثال انسان بیمار اینا رو استفاده میبره همه انسان میتونه که ان شاء الله که استفاده ببره و همچنین منتالینه بگیم بسیاری سراغ میکردن الحمدلله هست هم کپسولش هم مازش هسته. بله یک از بهترین مزای 4 نتیمین برای انسانی که سوستافوشدن بومش در میکنن استوگونا یک بار استعمال میکنن الحمدلله رزولتاتش هم منتال نمیفهمی یعنی بسیار الحمدلله پدرش قرآن است. راست میتونه که رقم هایی که در روی اکران میبینید 822 303 92 میتونه که ان شاء الله که مراجعه کنین برادرها در خدمت هستن هم برای حجامه و کسانی که در شهر یکترینبورگ هستن همین چیزا در یکترینبورگ هم هستن رقم ها برای شهر یکترینبورگ هستن میتونید که زنگ بزنین. و در امان الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه پیش مهم سلامتی خودتون غنیمت بدونین با والله بالله تعالی که گفتی گپا برای اگر زن فرزندها مو شبم بروز اگر خدمت کنیم یگان تا اینها میندار نمیشن با اون خاطر خطانه سلامتیتونه از همه پیش و اولاتر بدونین برای چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر شما برای زنهاتون یک عمر خودتون صرف کنین میگردن براتون میگن که برای ما چی کرده ای یعنی سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است و الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما ینطق عن الهوى یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آسمان سخن نمیگه هر آن چیزی که الله برای وحی میکنه همون چیزا برای ما و شما یعنی میگفت. و اون خاطر دوستان عزیز سلامتیتون غنیمت بشمارین پیش از آنی که بیماری بالای شما اومدگی همیشه با طاعت عبادت الله باشین خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی عطا فرمایه و همیشه کوشش کنین خطان صالح کنین و زنهای صالحه بگیرین از برای همتون یعنی این چیز مهم باشه با عمل خوشروگیش نشین با عمل بایگریش نشین خوشروگیش بعد از یک فرزند یا که دو فرزند میروه بایگریش بعد از یگان مشکلی پیدا شدن اوش هم میروه اما دینداری او با همراه او تا زمانی که خداوند او را جانش نگیره. باقی در امان الله باشین از دعای صالحتان فراموش مکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.